درود به لیدیا و جنتلمنای عزیز، امیدوارم هر جای ایران یا خارج از ایران هستید حالتون خوب باشه. علی تی ای هستم، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال من که توی این ویدیو می‌خوایم بپردازیم به 5 واقعیت از زندگی آقای اپستین، جفری اپستین، که احتمالاً خب خیلی توی این هفته‌های اخیر اسمشون رو شنیدید. فقط قبل از شروع این ویدیو لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که به محض منتشر شدن ویدیوهای جدید خیلی زود متوجه بشید. پیج اینستاگرام خود من همین بالا میاد که اونم لطفاً فالو کنید. یه نکته دیگه هم این که اگه به اخبار و حواشی جهان فوتبال علاقه دارید حتما کانال یوتیوب فوتبال تی ای رو سابسکرایب کنید و پیج اینستاگرام فوتبال تی ای همین بالا میاد که اونم لطفاً فالو کنید. بریم که داشته باشیم. بله، همونطور که در ابتدای ویدیو بهش اشاره کردیم، از تامنیل ویدیو هم مشخص هست، توی این ویدیو می‌خوایم بپردازیم به 5 واقعیت از زندگی آقای جفری اپستین که دیگه توی این هفته‌های اخیر احتمالاً اسمشون رو شنیدید که دیگه مثلا با افراد معروف زیادی در ارتباط بودن و خب واقعا آدم خیلی کثیفی بودن و انواع الفاظ بعدی که الان به ذهنتون میاد واقعا میشه نسبت داد بهشون که حالا من نمیتونم توی این ویدیو بگم. خب توی 5 تا بخش می‌خوایم ابعاد مختلف زندگی ایشون رو بپردازیم که 6-7 سال پیشم از دنیا رفتن و این حالا جلوتر میگم کامل ابعاد مختلف زندگیشون رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. بریم برای بخش اول. بله، توی بخش اول می‌خوایم یه ویدیو کوتاهی بدیم از این آقای اپستین که حالا برای کسایی که شاید زیاد نشناسن ایشون رو فقط اسمش رو شنیده باشن و اون اسم جزیرش رو. ببینید آقای جفری ادوارد اپستین، ادوارد هم داره اون وسط اسمش، حالا شاید شما با جفری اپستین بشناسید ولی جفری ادوارد اپستین هست که ایشون زاده 20 ژانویه سال 1953، یعنی میشه گفت 73 سال پیش، که توی 10 آگوست سال 2019 هم از دنیا رفتن. یعنی بخوایم حساب کنیم 93 13 66 سالگی از دنیا رفتن که میگم میشه تقریبا 6-7 سال پیش. و خب ایشون سرمایه گذار، متجاوز به کودکان، تجاوزکار زنجیره‌ای و قاچاقچی انسان آمریکایی بودن که کار خودش رو هم به عنوان معلم شروع کرده که حالا جلوتر کامل اینا رو باز می‌کنیم. حالا تو بخش اول می‌خوایم فقط کلی بپردازیم، حالا یه بیوی ازش فقط بدیم. و جالب بدونید توی به عنوان معلم استخدام شده بودن ولی بدون داشتن مدرک دانشگاهی توسط دونالد بار توی مدرسه دالتون استخدام شدن که میگم جلوتر بیشتر این قضیه رو باز می‌کنیم. بعد از اخراج از این مدرسه تو سال 1976، یعنی وقتی 23 ساله بوده، وارد بخش بانکداری و امور مالی شده و تو شرکت بیر استرنز توی وظایف مختلف فعالیت کرده. حالا مقام و پست‌های مختلفی داشتش توی این شرکت و بعد شرکت سرمایه‌گذاری خودش رو تأسیس کرد و دیگه مستقل شد. و اپستین شبکه‌ای از افراد نخبه رو از لحاظ اجتماعی و واقعا میشه گفت خیلی افراد بانفوذی رو دور و بر خودش جمع کرد و دست کم 1000 تا دختر زیر سن قانونی رو و دخترایی که نوجوان بودن و یا حتی میشه گفت زن جوان رو، من خیلی عذر میخوام که از این کلمه استفاده میکنم ولی جاکشی کردن اینا رو، این دخترای کم سن و سال رو، و بازم عذر میخوام که از این کلمه استفاده کردن که همشون به طور مکرر توسط اپستین و نزدیکانشون مورد تجاوز و خشونت قرار میگرفتن و بخش عمده ثروت آقای اپستین از طریق ارائه خدمات مشاوره مالیاتی و برنامه‌ریزی اموال به میلیاردرها به دست اومده که کلا مشاوره میدادن و برای سرمایه‌گذاری و میشه گفت کلا بیزینس کلا مشاوره میدادن به میلیاردرهای بزرگ آمریکایی، با خیلیشون در ارتباط بودن. و بله، این بود از بخش اولمون که گفتیم یه ویدیو کوتاهی بدیم از این میشه گفت فرد کثیفی که سالها به جرم و جنایت گذروند عمرش رو در کشور آمریکا. این بود از بخش اول. بریم برای بخش دوم. بله، توی بخش دوم می‌خوایم بپردازیم به اولین پرونده آقای اپستین که حالا بگیم اصلا اولین بار کی این اتهام بهشون وارد شد که حالا داره این کارا رو با افراد کم سن و سال میکنه. ببینید اولین بار تو سال 2005، یعنی 21 سال پیش، یکی از والدین توی بام بیچ توی ایالت فلوریدا گزارش دادن که اپستین دختر 14 سالشون رو مورد سوء استفاده قرار داده. حالا من این کلمات رو دیگه کوتاهش رو میگم، خودتون میدونید دیگه منظورم از سوء استفاده چیه، چون میگم شاید بچهای کم سن و سالتر
این ویدیو رو ببینن. درست نیست من از یه سری کلمات استفاده کنم. بعد پلیس تحقیقات خودش رو درباره اپستین شروع کرد و مقامات فدرال 36 دختر رو شناسایی کردن که بعضی از اونها 14 سال سن داشتن و گفته میشد اپستین از اونها سوء استفاده کرده بود. بعد گذشت 3 سال بعد اپستین تو سال 2008 از سوی دادگاه ایالتی فلوریدا به جرم فراهم کردن یک کودک برای فحشا و همچنین جلب یک تنفروش مجرم شناخته شد و اپستین فقط بابت این 2 جنایت که بهش اشاره کردیم و به خاطر توافق طرفین قبل از محاکمه که بحث برانگیز هم بود، این داستان خیلی بحث برانگیز بود این که توافق کردن، مجرم شناخته شد و حدود 13 ماه توی زندان به سر برد و با این حال برنامه آزادسازی موقت اونو قادر کرد تا به سر کارش بره. یعنی موقت میرفت سر کارش ولی بعد برمیگشت به زندان، یعنی شیفت کاریش رو میرفت بعد دوباره برمیگشت زندان. خب به هر حال فرد خیلی بانفوذی بود دیگه، وگرنه خب خیلی بعد میشه گفت بیشتر از اینها براش زندان میبردن، ولی خب 13 ماه بعد آزاد شد و حتی میگم سر شیفت کاریش هم میرفت و برمیگشت به زندانی بود. از بخش دوم که پرداختیم به اولین پرونده جفری اپستین که تو سال 2005 میشه گفت یه جورایی باز شد، بریم برای بخش سوم. بله، توی بخش سوم میخوایم بپردازیم به دومین پرونده جفری اپستین. ببینید بعد اون داستان که 13 ماه توی زندان بود و بعدش آزاد شد، اپستین بار دیگه توی 6 جولای سال 2019 یعنی میشه گفت 7 سال پیش به خاطر قاچاق افرادی که به سن قانونی نرسیده بودن دستگیر شد و توی 11 آگوست 2019 هم یعنی میشه گفت یه ماه بعدش دیگه، آره یک ماه 30-40 روز بعدش تو سلول زندانش از دنیا رفت و پزشکی قانونی چرایی مرگش رو خودکشی با دار زدن اعلام کرد. بعد حالا وکلای اپستین در مورد این حکم اختلاف نظر پیدا کردن و تردیدهای چشمگیری هم در بیان عموم درباره علت حقیقی مرگ اپستین وجود داره که میگن خودکشی نبود، اومدن کشتنش، که حالا واقعا نمیشه، هیچ کس نمیتونه مطمئن این داستان رو بگه تا وقتی که یک میشه گفت مدرک موثقی بیاد بیرون، که اتفاقا الان خیلی‌ها دارن کار میکنن تو آمریکا رو پروندهش که ببینن دلیل مرگش چی بوده جفری اپستین. و تو سال 2025 هم یعنی همین چند ماه پیش FBI یه ویدیوهای دوربین مداربسته همون زندانه رو منتشر کرد که نتیجه گرفتن که خودکشی کرده اپستین با توجه به اون دوربین مداربسته فیلماش که منتشر شد. و این ویدیویی هم که منتشر کردن 2 دقیقه و 53 ثانیه بود این ویدیوه. و حالا خود این ویدیو هم خیلی میشه گفت داستاندار شد بعدن، و جایی که میگفتن از این ویدیو یه سری دقایقش اومده کات شده و میگفتن این ویدیو کامل نیست اینی که دارن پخش میکنن. و خب سر همون خیلی اختلاف نظر پیش اومد بین افراد مختلف توی آمریکا و بررسی ها نشون داد که ویدیو دستکاری شده و تایید شد این داستان که میگفتن ویدیو یه سری جاهاش کات خورده. و با وجود اینکه FBI ادعا کرد ویدیو خام هستش یعنی بدون ویرایشه، ولی خب بازم متقاعد نشدن خیلی از رسانه‌های آمریکایی، گفتن داستان خودکشی نبوده. حالا میگم بازم تا وقتی مدرک موثقی نیاد بیرون نمیشه اظهار نظر کرد که چطوری این آقای اپستین از دنیا رفته. این بود از بخش سوممون که پرداختیم به دومین پرونده آقای اپستین و درگذشتش و حواشی درگذشت آقای جفری اپستین. بریم برای بخش چهارم. بله، توی بخش 4 می‌خوایم بپردازیم به مختوم شدن پرونده های جفری اپستین تو همون سال 2019. خب ببینید از اونجایی که مرگ اپستین امکان پیگیری اتهامات جنایی علیه اون رو ناممکن کرد، خب دیگه نه میتونست اعتراف کنه، نه میتونست سرنخی بده، نه میتونست چه میدونم خودش رو تبرئه کنه دیگه از دنیا که رفته بود. یه قاضی توی 29 آگوست سال 2019 یعنی 18 روز بعد از مرگ جفری اپستین همه اتهامات جنایی رو مختومه اعلام کرد، چون دیگه فایده‌ای هم نداشت. اصلا شما فرض کنید این اتهامایی که بهش زده بودن اثبات هم میشد، که حالا دیگه تقریبا اثبات هم شده. خب دیگه کیو می‌خواستن مجازات کنن دیگه؟ طرف وقتی مرده دیگه اصلا معنی نداشت بخوان هزینه کنن برن پیگیر این داستان بشن. اپستین شبکه ارتباطی گسترده‌ای از افراد سرشناس از جمله بازرگان‌ها، خانواده‌های سلطنتی، سیاستمدارا و دانشگاهی‌ها رو به وجود آورد و رفاقتش با چهره‌های سرشناس از جمله دونالد ترامپ و بیل کلینتون جنجال‌های زیادی رو به وجود آورد. البته دونالد ترامپ میگفتش من به اون جزیره اپستین اصلا نرفتم و تکذیب کرد این داستانو،
و حالا نمیدونم اون داستانش به چه شکل خواهد بود. الان فعلا خیلی دارن تحقیق میکنن، خیلی از خبرنگارا از کشورهای مختلف، که حالا این داستان رو اثبات یا رد کنن که ترامپ هم ارتباط داشته با آقای جفری اپستین. و اسنادی هم که تو سپتامبر 2025 منتشر شد، یعنی همین چند ماه پیش، توسط این اسناد هم توسط انجمن دموکرات‌های مجلس نمایندگان منتشر شد که نشون میده اپستین ارتباطاتی حتی با ایلان ماسک و بیل گیتس رو هم داشته، دوتا از میلیاردرهای آمریکایی رو که این اسناد یه جورایی میشه گفت خیلی حاشیه درست کرد، هم برای ایلان ماسک و هم برای بیل گیتس. و اپستین تو سال، حالا من میخوام بیشتر در مورد محل تولد و کلا متولد شدن جفری اپستین بهتون بگم. تو سال 1953 تو بخش بروکلین شهر نیویورک از یه والدین یهودی متولد شد و پدر و مادرش هم تو سال 1952، یعنی یه سال قبل از تولد جفری اپستین، ازدواج کرده بودن. مادرش شغلش رو بخوام بهتون بگم دستیار مدرسه و خونه‌دار بود و پدرش هم به عنوان باغبون و نگهبان تو اداره پارک‌ها و تفریحات نیویورک کار میکرد که از یه همچین خانواده‌ای میشه گفت متولد شد و بزرگ شد جفری اپستین. برای توی بخش 4 ما رو پرداختیم به مختوم شدن پروندهش، ارتباطش با افراد مشهور آمریکایی و خانواده‌اش. بریم برای بخش 5. بله، توی بخش 5 میخوایم بپردازیم به خواهر و برادرای جفری اپستین. جفری اپستین کلا یه برادر کوچیک‌تر داشت که با هم توی بروکلین همون نیویورک بزرگ شدن و حالا در مورد حرفه‌های دیگه اپستین هم بخوام بهتون بگم، موسیقیدان توانمندی هم بوده جفری اپستین که تو سن 5 سالگی پیانو میزد که خب واقعا میگم کار هر کسی نیست تو 5 سالگی بخواد پیانو بزنه. و بعد گذشت توی سن 16 سالگی از دبیرستان لافایت فارغ التحصیل شد و بعد تو مؤسسه علوم ریاضیاتی تو دانشگاه نیویورک تحصیل کرد، ولی اونجا رو تو ژوئن سال 1974، یعنی زمانی که 21 ساله بود، بدون دریافت مدرک ترک کرد و بعد حالا معلم شد دیگه توی سن 21 سالگی و بدون داشتن مدارک رسمی توی سپتامبر 1974 واسه ترم پاییز مدارس به عنوان معلم فیزیک و ریاضی توی مدرسه دالتون مشغول به کار شد و گزارش‌هایی هم بود که میگفتن رفتارهای نامناسبی داشته با دانش آموزای دختر نوجوان، از جمله توجه مداوم بهشون و حضور تو مهمونی‌های اونا که خیلی هم اونجا حاشیه درست کرد و در نهایت اخراج هم شد از اون مدرسه دالتون. و توی این دوره که همون موقع که معلم بودم با مدیر عامل بر استرنز آشنا شد که حالا بعدا توی اونجا هم استخدام شد و بعد از اونم که دیگه شرکت مستقل خودش رو زد و تو ژوئن 1976، یعنی زمانی که 23 ساله بود، بعد از اخراج از دالتون تو بر استرنز استخدام شد و به خاطر عملکرد ضعیف هم از مدرسه دالتون اخراج شده بود. یعنی به خاطر عملکرد ضعیف اون حاشیه‌ای که داشت از مدرسه دالتون اخراج شد، رفت توی این شرکت بر استرنز و بعدش هم که شرکت شخصی خودش رو زد و کلی کثافت کاری انجام داد. و حالا فکر کنم تقریبا یه نگاه کلی داشتیم به زندگی جفری اپستین. حالا امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم بزنید که به محض منتشر شدن ویدیوهای جدید خیلی زود متوجه بشید. تا روزی دیگر، بدرود.